با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت، بنیاد و از نوسازی 275 انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق پیش بینی شده است که از این 35 انشاءات به جماعت دهات به نام باقی رحیمزاده راست می آید. از جمله ساختمان پل ماشینگذار بالای دریای سارباغ، از نوسازی راه ماشینگرد داخل دهه شوله، ساختمان بینای داشانه تعلیمی و تالار ورزشی بالا پوشیده در دهه شولمک، بینای مؤسسه تعلیمی رقم 54 برای 560 نفر خواننده، فابریکای مرغ مرجان، مرغ گوشتی در دهه بونی صوفیان و دیگر انشاءات خواجگی خلق از روند کارهای آبادانی شهادت می‌دهد که مردم دهات با دست دل و گرم به خاطر آینده نیک و فراهم آوردن انفراساختار ضروری اهلانه مهنت کرده ایستادند. سالها باز مردم دهه بهادرآباد از نمودن پل ماشینگذار زمانوی طریق این پل پیاده گذر با مشکل‌های زیاده بخصوص در فصل زمستان از شاهراه ماشینگذار به دهه رفت آمد می‌کنند. با گفت مسئولان جماعت دهات، بنیاد پل ماشینگذار زمانوی می‌تواند مشکلات موجوده مردم دهه را در سال جاری پورا برطرف نماید. میمون کیلومتر استاد مهربان بود، معلم مکتب بود، در سیدی نفقه برآمدنش خواست که به حج رود، اما از طور دیگر نسبتی همون طرقی که در همینجا ساخته شده است برای خوانندگان بسیار مشکلی بود که همین طرقی ویرانه میگذاشتن، بعد دهه شوله برای مکتب میرفتن. اما در تصمیم گرفته بود اکه کیلومتری در همینجا یک پلی کلان ماشینگر از حساب خودش و فرزندانش ساخته به استفاده میکرد تا جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. در روند کارهای آبادانی مردم دهه شوله با مسافه قریب 4 کیلومتر تعمیر و از نوسازی راههای محلی را انجام داده ایستادند. با جلب تکنیک‌های موجوده اهالی راهها را تخت و هموار کرده، ناوه‌های آبگذر و خط آب نوشاکی و نصب پایه‌های سمنتی خط برق را نصب کرده ایستادند تا با انجام کارهای باقی مانده راه را پورا اسفالت پوش نمایند. بینای علاوگی داشانه عبارت از 11 سیمخانه از حساب مبلغ‌های آموزگار سابقه دار دهه شولمک و فرزندانش بنیاد شده ایستاده است. عین حال کارهای اندامه‌کنی سیمخانه‌ها ادامه داشته. سال جاری بینای تعلیمی و تالار بالا پوشیده ورزشی از حساب سهم جوانان به استفاده داده می شود تا بدین وسیله برای تحصیل خوانندگان دهه همه شرایط‌های ضروری مهیا گردد. ساختمان بینای علاوگی تعلیمی رقم 54 از نرسیدن جای نشست و کابینت‌های فنی پیش آمد. این است که با کمک صاحبکاران بنیاد بینای نوی تعلیمی آغاز گردیده انشاءات در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده می شود. همین طریق به استفاده دادن فابریکای مرغ مرجان، مرغ گوشتی در دهه بونی صوفیان و تشکیل دیگر کارخانه‌های خرد صنعتی از روند کارهای آبادانی، مهیا نمودن جایهای نوی کاری و استحصال محصولات صنعتی شهادت می‌دهد که در حدود دیگر دهات ناحیه رشت مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.